سلام دوستان عزیز. ما امروز میخوایم یک چیز در مورد ورزش بگوییم که البته از نظر خیلی فراموش شده یا اصلا خیلی از ورزشکارا نمیگن و به خود جرأت دادم تا این موضوع رو یادآوری بکنم. از جمله ورزشکارانی که ورزش میکنن اگر 10% هدفشون رشد عضلات باشه، 90% باقی مانده هدفشون دفع مشکلات و معضلات روزمره است. باور کنید بعضی از روزها یا شبها که وارد باشگاه میشم، از نگاه روحی و روانی کاملا ویران و با مودی آف وارد باشگاه میشم که حتی حوصله شروع تمرین هم نمی باشه. بعد از 1 ساعت تمرین با چنان روحیه قوی و روانی تازه از باشگاه بیرون میشم که اصلا در دلم چیزی نمیمانه، غمی نمیمانه. باور بکنید اکثر روزها 1 ساعت سر و کله زدن با وزنهای سنگین و سبک باشگاه، 1 ساعت 25 دم کردن با وزنهای سبک و سنگین باشگاه چند برابر موثرتر از مورفین های 1000 میلی گرامی است، چند برابر موثرتر از مسکن های خیلی قوی است. باور کنید ورزش برای صحتمندی روحی و روانی انسان بسیار 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 مفید است.